سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شاید وقتی که فصل بهمن فرا میرسه، انتهای فصل بهمن، میبینید که چشماتون شروع میکنه به خارش و عطسه میزنید پشت سر هم و دائم احساس خارش در گلو و سقف دهان دارید. یکی از علتهای رایج این حساسیت بحث آلودگی هوا نیست و بحث گلها هم نیستش. مهمترین علت این مشکل در واقع برمیگرده به درختی به اسم درخت سرو شیراز که توی این زمان شروع میکنه به گرده افشانی. حالا برای اینکه این درخت‌ها رو قشنگ بهتون نشون بدم، ببینید که چقدر گرده دارن و این گرده ها واقعا اذیت کننده هستن. این درخت‌ها خیلی زیاد هستن و هر جای تهران برید تمامی پارک‌ها تقریبا این درخت رو دارن. نگاه کنید این برگ‌های زردی که اینجا هست، الان من اینا رو تکون میدم و میبینید که کاملا درخت پر گرده بود و همینا باعث حساسیت میشه. الان تقریبا 24 بهمن هست و شما میبینید که هنوز خبری از بهار نیست، ولی خب اینا دارن گرده افشانی میکنن و عامل اصلی حساسیت شما خارش چشم و خارش دهان و بحث عطسه هاتون در این فصل این هست و میتونید با دوری از این درخت ها و ظاهر نشدن در پارک ها کمی این حساسیت خودتون رو کاهش بدید. امیدوارم که تونسته باشم این معضل رو به شما به درستی نشون داده باشم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.